من هرگز با حرفهای منفی که در گوشه و کنار زده می شود، بعضی از سر تعصبها، بعضی از سر غفلتها که میخواهند نسل جوان روی گردانده از آرمانها معرفی کنند، هرگز من این سخن رو باور نکردم و باور نخواهم کرد. جوان ما رو به جلو دارد، هدفدار است، امیدوار است، مبنادار است و انشاءالله با نیروی جوانی این بارهای سنگین رو به پیش خواهد برد. یکی از عللی که من میرم تو دانشگاه ها، در هر سفری مقیدم حتما یه برنامه دانشجویی داشته باشم، در تهران هم به دانشگاه های مختلف احیانا سر میکشم، یکی از علل همینه که مایلم پای مسئولان به دانشگاه ها باز بشود، با دانشجوها روبرو بگویند و بشنوند. آقا حرفای بسیار قشنگی گفتن، از جمله اینکه مسئولین باید به دیدار دانشجوها برن و نمونه بالاش هم خود آقا هستن که معمولا به دیدار دانشجوها میرن. ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشود. این کلمه توسعه یافته و اون دو عنوان دیگری که پشت سرش میاد در حال توسعه و توسعه نیافته یک بار ارزشی با خود دارد، یک جنبه ارزش‌گذاری همراه خودش داره. در حقیقت وقتی میگن کشور توسعه یافته یعنی کشور غربی با همه خصوصیاتش، فرهنگش، آدابش، رفتارش، جهتگیری سیاسیش، این توسعه یافته است. در حال توسعه یعنی کشوری که در حال غربی شدن است. توسعه نیافته یعنی کشوری که غربی نشده. مبانی معرفتی در نوع پیشرفت مطلوب یا نامطلوب تأثیر دارد. هر جامعه‌ای، هر ملتی مبانی معرفتی دارد، مبانی فلسفی، مبانی معرفتی، شناختی، مبانی اخلاقی که اون مبانی تعیین کننده است، میگوید به ما چه نوع پیشرفتی مطلوب است، چه نوع پیشرفتی نامطلوب است. جامعه ها سه دسته هستن: پیشرفته، در حال توسعه و پیشرفت و هنوزم پیشرفت نکرده باشن. اونایی که به تعبیر خیلی غلطی تعبیر شده که اونایی که پیشرفته هستن غربی گرا بشن، مثلا تیپ و مدلشون غربی گرا بشه، افکارشون غربی گرا بشه. بعد اونایی که در حال توسعه و پیشرفت هستن دارن به سمت غرب میرن. اونایی که هنوز پیشرفته نیستن هنوز به سمت غرب گرایشی پیدا نکردن. گفتم پیشرفت ما باید بر اساس نظام خودمان باشه، نه اینکه از غرب تقلید کنیم. چون ما نظام اسلامی هستیم، باید پیشرفت‌های علمیمان بر اساس اسلام و نظام مملکتمون باشه. ما اگر نقاط افتراق پیشرفت با منطق اسلامی رو با توسعه غربی میشمریم، نباید غفلت کنیم از نقاط اشتراک. یه نقاط اشتراکی هم وجود داره که اینها در توسعه کشورهای توسعه یافته غربی کاملا وجود داشته. روح خطرپذیری که انصافاً جزو خلقیات و خصال خوب غربی هاست، اروپایی ها یعنی. روح ابتکار، روح خطرپذیری، اقدام، انضباط، اینا چیزایی بسیار لازمی است. در هر جامعه‌ای که اینها نباشه پیشرفت حاصل نخواهد شد. اینا هم لازمه. ما اگر اینا رو باید یاد بگیریم هم یاد میگیریم، اگر هم در منابع خودمون باشه باعث اونها رو فرا بگیریم و عمل کنیم. خیلی از کشورها که دارن در حال توسعه بیشتر سعی میکنن که خودشون مثل کشورهای غربی کنن، در صورتی که این درست نیست. ما میتونیم خیلی چیزای غرب و درستاشو برداریم، مثل خودشون هم فرمودن که نظمشون واقعا خیلی خوبه و خیلی چیزای دیگه این چیزای خوبشون رو برداریم
و چیزای منفیشون رو برداشت نکنیم و که مثل اونا شیم. یک نکته بعدی مسئله پسوند عدالت هست. ما گفتیم پیشرفت به عدالت. این خیلی معنادار است. فرض بفرمایید یکی از شاخصهای مهم افزایش درآمد ناخالص ملی در کشور هاست. فلان کشور درآمد ناخالص ملیش چندین هزار مثلا میلیارد، فلان کشور 1/10 اوست، پس اون کشور اولی پیشرفته است. این منطق درستی نیست. درآمد ناخالص ملی یعنی درآمد عمومی یک کشور، افزایش آن به تنهایی نمیتوانه نشانه پیشرفت باشه. باید دید این درآمد چگونه تقسیم میشود. شما ببینید تو خبرها در فلان شهر معروف بزرگ غربی مثلا در آمریکا یا جای دیگه حرارت هوا به 42 درجه رسید، فلان تعداد آدم مردن. اگر در جامعه‌ای که یه چنین انسان‌هایی وجود دارن درآمد ناخالص ملی 10 برابر اینی هم که امروز هست باشه، این پیشرفت نیست. در منطق اسلامی این پیشرفت نیست. کشور ما و جامعه اسلامی اون وقتی پیشرفته است که نه فقط دنیای مردم را آباد کند بلکه آخرت مردم رو هم آباد کنه. سیل جمعیتی که میدیدیم از این همه اتحادی که بین همه قوم‌ها هست، چون تو دانشگاه از هر شهری هست، کرد، ترک، لور، فارس. و الحمدلله انشالله که یه روزی هم بیاد که خود امام زمان رو ببینیم، چون آقا خودشون نائب امام زمان هستن. صبح اولین نفری بودم که اینجا حاضر بودم. وقتی که حضرت آقا را ملاحظه کردم اصلا دست و پای خودم رو گم کردم، اشک شوق از چشام جاری شد. بود بالاخره دیدار نزدیک از حضرت آقا و سنگین شدن مسئولیتم. از امروز به بعد دیگه ما باید صحبتایشون رو گوش بدیم، تحلیل کنیم، جنبه‌های مختلف بررسی کنیم، عمل کنیم تو زندگی ما ان شاءالله.